سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ سلامتید؟ آقا خوش اومدید به چنل خودتون. امروز اومدیم با هم دیگه 10 تا از رازهای موفقیت ایلون ماسک که کمکش کرده یه زندگی واقعا رویایی بسازه رو بخونیم و یاد بگیریم. پس بدون حرف اضافه بریم این ویدیو رو با هم دیگه نگاه کنیم. رازهای موفقیت ایلون ماسک به سوی ثروت و موفقیت. کار سخت و مداوم. ایلان ماسک همچون یک قهرمان ساعتهای طولانی را صرف کار بر روی پروژه‌هایش می‌کند. او ثابت کرده که کار سخت کلید رسیدن به رویاهاست. اگر شما هم عاشق هدف خود باشید، هیچ چیز نمی‌تواند شما را متوقف کند. 2. آموزش و یادگیری مداوم. همیشه در حال یادگیری باشید. ایلان به عنوان یک خودآموز در زمینه‌های مختلف از کتاب‌ها الهام می‌گیرد. هر روز فرصتی برای یادگیری جدید است. 3. ریسک پذیری. او زمانی که تسلا در بحران بود تمام سرمایه و دارایی‌اش را در آن خرج کرد. به یاد داشته باشید هر ریسکی میتواند به فرصتی بزرگ تبدیل شود. حالا یه چیزی رو من دوستانه بهتون میگم. آقا سر این ریسک پذیری زیاد ریسک پذیر نباشید. چون من واقعا سر این ریسک پذیری ضرر زیاد دیدم. من حالا نمیگم مثلا من ضررهای میلیونی و اونجور چیزا دیدم، نه، ولی خب یه چند دفعه من هر دفعه که ریسک کردم شکست خوردم. نمیدونم چرا، حالا حکمتش چی بوده. شما این کارو نکنید. اگر میکنید لااقل زمانی ریسک کنید که آقا بین 80-90% احتمال بردتون هست. امیدوارم همیشه موفق باشید، ولی خب من خودم چند دفعه سر این قضیه بگاه رفتم، واسه همین دارم بهتون میگم زمانی ریسک کنید که آقا بین 80% مطمئنید که میتونید این کار انجام بدید. این حالا تجربه شخصی من بود، حالا خود دانید. میریم سراغ شماره 4. مدل های کاری و نوآورانه. ایلان با ایده های خلاقانه هزینه های پرتاب فضایی را در اسپیس اکس کاهش داد و دنیای فضا را دگرگون کرده است. شما هم می توانید با تفکر نوآورانه دنیای خود را تغییر دهید. 5. تیم سازی. نه تنها در کنار خود بلکه دور هم جمع کردن تیمی قوی ضرورت دارد. با افرادی با استعداد و متحد مسیر موفقیتتان را هموار کنید. 6. پوشش بازار. تسلا با طراحی‌های منحصر به فرد توجه مشتریان را جلب کرده است. شناسایی نیازهای بازار و پاسخ به آن می‌تواند نقطه عطف کار شما باشد. 7. شجاعت در مواجهه با شکست. بارها در پروژه‌های شکست خورد، اما هیچگاه تسلیم نشده است. در هر شکستی درسی نهفته است. از آن درس بگیرید و قوی‌تر از قبل ادامه دهید. والا ما هر دفعه که شکست خوردیم بلند شدیم یه شکست بزرگتر خوردیم. 8. صبر و پشتکار. اسپیس اکس پر از چالش ها بوده، اما ایلان هرگز از اهدافش دست نکشید. صبر و پایداری شما را به صورت باور نکردنی به اهدافتان میرساند. 9. خلاقیت در حل مشکلات. چالش ها فرصتی برای نوآوری هستند. ایلان با ایده های خلاقانه به حل مشکلات پرداخته است. شما هم با خلاقیت موانع را کنار بزنید. 10. توجه به جزئیات. در طراحی‌های خودروهای تسلا هر جزئیاتی برای ایجاد تجربه عالی کاربر مد نظر قرار گرفته است. توجه به جزئیات می‌تواند تفاوت‌های بزرگی ایجاد کند. بیایید هر روز با انگیزه و شور و شوق به سمت آرزوهایمان حرکت کنیم. آیا فکر می‌کنید کدام یک از این نکات برای شما کاربردی تر است؟ اون رو لطفاً توی کامنت‌ها بگید. خیلی ممنون که تا ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خب دمتون گرم بچه‌ها که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.